سلام رفقا، حالتون چطوره؟ ما بالاخره بعد از مدت‌ها برگشتیم با یه ویدیوی کاملا متفاوت. یه روز که داخل ماشین نشسته بودیم، 3 نفری داشتیم به این فکر می‌کردیم که چه ویدیویی بگیریم. دقیقاً بعد از خوردن لیموناد این ایده به ذهن ما رسید و اون تبدیل شد به ویدیوی چالش 12 ساعت داخل کامیون. خدا همین رو بدون اجازه ماشین روشن کرد. داشتالی کجا داریم میریم ما؟ دلیجان. چقدر طول میکشه؟ مسیر چقدره؟ 4 ساعت. 4 ساعت؟ چه حسی داری؟ منم سرگشت. والا من چون بچه جاده هم مهم نیست. اصلا لباسات مشخصه. من این سه تا کی بهت گفت تهیه کنی واسه جاده؟ آقا علی قبلش گفت که لباسای مناسب رانندگی در جاده بیار و من گفتم باش. ولی چون روی حساسی دارم تدی هم با خودم آوردم. درگک برو کدام کردی یه باشه که نگاه کرد. چه حسی داری؟ حس خیلی خوبی دارم. کلوچه میکشی؟ لباسش چیز مناسب حرکت نیست. آره اصلا ماشین میگم. آره حس خیلی خوبی داره، مخصوصا اون قسمتی که به اینجاش برسه. خود داشته برای شیشه شکسته به خود درگیر شده با این چرا زنگ نزن؟ اما تو با قبلش کشتیمش ولی خود نداشتیم خودم شیشمونش بگو یارم که بد کردم. علی به چه کاری؟ باد باز چی داری تو ماشینه؟ باد واسه ترانسفری داخل ماشینه میخوای بادو درست کنی. بابا بیا تو بیا تو ایمون نی شوفرم باید تمیز کنم. علی اینجا چه خبره؟ ما شبا تو خونه نیستیم، مجبوریم تو ماشین بخوابیم خیلی شبا. خدا تخت داره؟ شبا اینجا میخوابی؟ آره؟ انرژیزا نمیخوری؟ راننده کامیونی که انرژیزا بخوره باشه سلام با فرش تو احوال قشنگ میزون براش دادیم دوستان برامون درست کردن مرتب یعنی ما بچه تمیزی یعنی فرش خودتون دادین بریدن به اندازه؟ آره؟ فرش دادیم دختر برید قشنگ لبه دوزی کرد. حالا قرمز بوستا خوبه؟ آفرین زه بابا آزمایش مگه پررنگ بریز تو رنگو نگاه آزمایش ساعت 7 صبح اسم من نیام ماسکینو بود رفتش ماسکینو ما خیلی یواش شدیم چنده سرعت 14 بچه ما ساعت 3 از این کلوچه اینو بگیر گرفتش اولین بار ما اوقا گرفتیم. حال کردی با منی بچه ما ساعت 3 راه افتادیم ما 5 کیلومتر هم نرفتیم جلو. عقابای تنها جمع شدن. عقابه هم اومد گفت منم هستم. دوستان چرا انقدر یواش میری؟ محسن لرستانی پلی بدی سرعت زیاد نمیشه؟ چرا؟ بردنمون تو تیشه سنگ اونجا همکاره خدا سلام بده مخلصیم. یه چی دیگه بدبخت. یه چیز دیگه بهتون آموزش بدم. موقعی که نیاز دارید به موهاتون استایل بدید آفرین یه دونه حالت دهنده اسپایکی کن. اسپایکی از بالا بده. استایل بدم به موهات استایل به موهات استایل بدم. چرا شوکه میشی؟ من انتظار نداری باد زیاده. گل یا پوچه؟ عباس کن
کن میبود. بده بیا این گل دیگه. خدا درست یه کار دیگه داری میکنی. یکی از دور نگاه کنه سپر گولت زن 3-1. دقیقا ما با چه سرعتی داریم علی چرا راه نمیره علی دستشوی می ها چرا آجی چرا به این قضیه فکر نکرده بودیم اشکال نداره بالاخره داشت خدا بد نداشت چرا چپه شدی کمرت بری بچه وضعیت نوریمون هم تقریبا اوکی شده داشلی زحمت کشید چراغ سخت داشلی بازم لامپ هست میشه به داشلی مثل که پلیس را ما به مشکل خوردیم آره؟ چرا؟ خدا بد نداره بارمون یه 400 کیلو زیاده 400 کیلو هم خود ما میشیم. و این چی بی؟ الان مجبوریم مسیرمون رو عوض کنیم یه ساعتی بمونیم بعد از یه جای دیگه بریم چون تو جاده میافتادیم گیر بمونده. دوستان عزیز الان همکنون داریم از یه مسیر فرعی خاکی میریم پر از استرس خسته شدم شرایط میبینی که برای آقا هم چپ شد استرس اصلا نداری نه؟ این استرس باعث سکت مغزش اصلا استرس هیچی مشخصه چقدر استرس داری خب رسیدیم در شرکت. بارو خالی کنه یه نیم ساعت یه ساعتی هم طول میکشه که بار خالی بشه فلا خیزد ظرفیت استفاده از وسیله نداری دیگه بابا این تفنگ مال ایفر حساب بذارش سر جاش عزیزم مرتکی داشتن چی شد؟ چی شد؟ خالی میکنیم خدا شکر ولی بارون سخته داشت خسته نباشی داشت رو برگشت خودم میشینم نگران نباش برگشت بذار عوض کنیم هر نیم ساعت هر نیم ساعت عوض کنیم فقط به کدوم دنده یکه ما خودم کل مسیر با دنده یک شده. بابا 8 تا که بیشتر نداره 4 تا 27 تا دنده داره. من تمام چالش‌ها تو هم یه دونه مسیر یاد گرفتم 4 تا سنگینه 4 تا سبک یک سنگین میگن در حق طرف افحاش شده یعنی این دیگه ولی کلمه نکته ظریفی. این ماکه افحاش نیست اجحافه. خدا داشت علی ستون جلومونه نه اوکی حالا چیکار کنیم برو داداش مسئله پیپی سرکار بزرگترین مسئله ماشینه الان عزیزم برو چرا من مشکل نداره من نرفتی دستشوی تو نه والا شما تو دوست تا همه الان رفتید من نگران دستشویی نرفتن رو داشتی تأثیری نداره. این مستانه شما کوچیکه داداش ما باکمون 700 تاییه مسئله یا آقا متاسفانه 600 تاییه داشتی بار خالی شد داره خوشحالی بعد از بار آفرین نامبروار جاده ها آقا ما بار رو زدیم بچه ها دیگه داریم بر میگردیم ما حدودا 3 الی 4 ساعت دیگه هم تو جاده ایم درسته؟ کمتر چون خالی هستیم خب 5 ساعت یه تو جلو سرعتون بیشتره؟ این راننده تا بابا این داره چیز میزنه داشت تو چته؟ یا راننده تو یه چی قبل تخلیه ما 5 ساعت تو جاده بارداش
اینقدر حالش بد بود الان بارو خالی کرد. آره بارو خالی کرد. مشاش داره. مش. کلاژ میگیری؟ سه سنگی. برم سه. آره از هم اول آقا یواش گاز میدی. خب بعدش آره با سه نمیخوام با شیشه سوایی تو در شرایط شاید خواهید دستش به این حجم از دندس عادت نه. گفت کنم میخوای آزاد کنی اینو دیدی؟ شاسه دیدی یه علی ترمز دستیه. ترمز دستیه. یا نمیخوام بری کجا موقع؟ خب پا برنه بیام پس ها. ببخش جلوانم در ما. با ته بگیرم؟ آره کلاژ تو ته بگیر. بعد اینو چیکارش کنم بدم بالا؟ بده نه راست. بالا نه. کلاژ گرفتی؟ آره که تا بده. دستت تو ته بچسبون راست. راست بده بالا. بیا بالا. بدم بالا. آره بیا بالا. نترس. افکن آزاد کن. افکن آزاد. برو. حرکت. این پژو. به همین حرکت کرد. به همین سادگی. آره فقط تریلی رو روی دستگاه تریلی رو ما بکن. بذار پیکانه رو بگیرم واسه. چی گفت؟ این پمپ ساعتی. افکن تبدیل رو بچرخون. این دور بالا. بچرخون. من اصلا دستی که همه باید پیدان نیستن چرا؟ با خاطر رانندگی من وقت خانوم ها پشت فرمان میشونن داشته زنیم یکی از بچه ها یه بوم بودم واسه همکاره. نمیخواستی آب بده. بوم ازش گرفتی. به من بوغ بده من بوغ میخوام اونجا رو تمیز کنی ذره کسی خاصی شد باشالی گهی پشت بزین و گهی زین بکن. یعنی زین تو متاسفانه به مشکل خوردیم. ماشین خاموش شد دیگه روشن نمیشه. اون چهره رو ببین. این کسیه که بعد از خاموشی این قبل خاموشی رو دیده بودی این بعد از خاموشیه. آقا من دست به علی کو باجی ماشین خاموش شد داره رفت درستش کن. گرگو شوق مگر ماشین از کجا درست گرگو شوقال نگیرن؟ شب اینجایی. موتورش اینجا نیست موتور جلو علی چرا رفت پشت؟ فرش چیه توش فرش که با سایه الان تو چرا تمام نظری نداری راجع این موضوع؟ من که برنامه هست تا صبح. بعد از هر خوشی یک ناخوشی است. حالا اشکال نداره. اب نداره 4-12 ساعته میریم 24 ساعته. استارت خود داشت علی ها؟ آره داداش پمپ فارسونگاش دست من نبود فارسنگاه چی شده؟ پمپ های ماشین سنگین فارسونگاش میگه فارس رو نگاه کن به اون نگاه. نه خب چشم بود اصلا. آشغال گیر کرده بود داداش. شب شد و ستاره تو آسمون. آقا من رفتم آزوغم چیدم چیگه پیدا کردی؟ 5 تا گردو گفتیم 5 روز اینجاییم. گفتیم به اندازه 48 ساعت که قرار 12 ساعت هم بشه 48 ساعت هر 8 ساعتی یه دونه کامل داشت از چه حسی داری؟ آه محترم با تو دارم سوام دوریم همه دارن نگاه میکنن همه حواسشون هست. نگاه یکی رو گازوئیل میزنیم یه آقا خب اصلا سرش اوبره انگار نگار داریم ویدیو میگیریم قهر میکنه با دور بابا بمون تا داریم در بایده کی نگاه بله ببینیم که اینجا آره اعصابش خوشه داشت ازم مثل این که داری یخت میکنی به پایان رسیدی چالش به پایان رسیدی. ساعت چنده؟ رسیدیم دیگه رسیدیم. ساعت؟ 11:25 دقیقه. من ساعت داری یا ولی من سرد برو داخل ماشین 11:25 برو داخل ماشین رو همراهیت کنم کار در اومد بالاخره کار در اومد. تشکر میکنم از بچه های پایانه بله یه دیرایی ها هیچ وقت غرق نمیشن
ولی یه قواس میفرستن در روزانه غرق میشه. مشتاق قطعش